آماده اید برای داستانی که نفستان را بند می‌آورد؟ هیروشیما، شهری پر از زندگی و امید، تنها یک قدم با لحظه‌ای فاصله داشت که همه چیز را زیر و رو کرد. درست تا صبح 6 اوت 1945 خیابان‌های هیروشیما پر از هیاهو بود. مغازه‌ها شلوغ، بازارها پر از انرژی و کودکان با صدای خیابان‌ها را زنده می‌کردند. ترکیب ساختمان‌های مدرن و سنتی تصویری از شهری می‌ساخت که آینده را در آغوش خنده‌شان می‌کشید. در حالی که شهرهای دیگر ژاپن زیر باران بمب‌ها نابود شده بودند، هیروشیما مثل یک معجزه دست نخورده و سرشار از زندگی باقی مانده بود. این شهر جزیره‌ای از امید در دریای ویرانی بود. مردم با قلبی سرشار از آرامش روزهایشان را می‌گذراندند. بچه‌ها می‌دویدند، مغازه‌ها پر از مشتری بود و خانواده‌ها با لبخند زندگی را جشن می‌گرفتند. صدای خنده و شادی در هر گوشه شهر می‌پیچید. آژیرهای حمله هوایی برای مردم هیروشیما فقط یک صدای آشنا بود، نه تهدیدی واقعی. آنها فقط لحظه‌ای مکث می‌کردند و بعد با خیال راحت به زندگیشان ادامه می‌دادند. باور عمیقی در دل مردم بود: هیروشیما از ویرانی در امان است. همین باور به آنها قدرت و امید می‌داد تا با اطمینان هر روز را زندگی کنند. بعضی‌ها مطمئن بودند که شهرشان هدف نظامی نیست. بعضی دیگر به شانس، دعا یا حتی افسانه‌های قدیمی دلخوش کرده بودند. همه منتظر آینده‌ای روشن بودند، یا شاید فقط اینطور فکر می‌کردند. اما این آرامش فقط آرامش قبل از طوفان بود. هیچ کس نمی‌دانست که در دل این سکوت فاجعه‌ای بی سابقه در کمین نشسته. فاجعه‌ای که نه تنها شهر بلکه سرنوشت هزاران نفر را برای همیشه دگرگون خواهد کرد. صبح 6 آگوست 1945 هیروشیما در آرامشی خیره کننده غرق بود. آسمان آبی، نسیم ملایم و هیچ نشانی از خطر در افق نبود. ناگهان آژیر حمله هوایی به صدا درآمد، اما مردم بی توجه و مطمئن به راه خود ادامه دادند. هیچ کس نمی‌دانست چه چیزی در راه است. شهر بیدار می‌شد. کارمندان با عجله، دانش آموزان پر انرژی و مغازه‌داران امیدوار همه درگیر روزمرگی‌های خود بودند، بی خبر از سرنوشتی که در کمینشان بود. دکتر ساساکی در بیمارستان، خانم ناکامورا با فرزندانش و پدر کلاین زورگه در خانه‌اش، هر کدام غرق در زندگی عادی، بیان که بدانند لحظاتی سرنوشت ساز در پیش است. خیابان‌ها آرام و بی صدا بودند. هیچ نشانه‌ای از فاجعه‌ای که در چند لحظه دیگر همه چیز را تغییر می‌دهد دیده نمی‌شد. اما ناگهان ساعت 8:15 سایه‌ای مرگبار بر فراز شهر ظاهر شد. بمب‌افکن انولاگی بی صدا و بی رحم در آسمان می‌درخشید. تنها یک نقطه نقره‌ای کوچک در آسمان، اما این نقطه نگاه‌های نگران مردم را به خود جلب کرد. کسی نمی‌دانست چه فاجعه‌ای در راه است. و ناگهان در کمتر از 1 دقیقه ابزاری که قرار بود جهان را برای همیشه تغییر دهد از دل آسمان رها شد. هیروشیما دیگر هرگز مثل قبل نخواهد بود. ناگهان انفجاری از نور همچون رعدی بی صدا شهر را در آغوش گرفت. نوری چنان خیره کننده که گویی خورشید در دل زمین منفجر شده است. چشمها از شدت درخشش می‌سوختند و نفسها در سینه حبس می‌شد. همه چیز برای لحظه‌ای متوقف شد. سکوتی مرموز و نفسگیر جهان را در بر گرفت. خورشیدی تازه و بیرحم درست در قلب شهر. اما این خورشید نه زندگی بلکه مرگ و نابودی را به ارمغان آورده بود. آسمان و زمین بی‌دفاع و لرزان در برابر این هجوم نور تسلیم شدند. موجی از گرما و انرژی با سرعتی باور نکردنی همه چیز را در لحظه‌ای سوزاند. سایه‌ها بر سنگ و آسفالت حک شدند. خیابان‌ها و ساختمان‌ها تنها خاطره‌ای سوخته و سیاه باقی ماندند.
دمای زمین به هزاران درجه رسید. انسانها و ساختمانها در مرکز انفجار در یک چشم به هم زدن محو شدند. هیچ راه فراری نبود. همه چیز در کسری از ثانیه به غبار و نیستی بدل شد. این نور زیبا و مرگبار همچون فریبی وسوسه انگیز حقیقتی تلخ را پنهان می کرد. مرگی خاموش و درخشان که همه چیز را در خود می بلعید. جهان به عکسی سفید و بی صدا بدل شد. لحظه‌ای فراواقعی و هولناک که در آن زمان و خاطره در مهی بی انتها گم شدند. خیابانها و خانه‌ها در سکوتی وهم‌آلود محو شدند. ناگهان قدرتی کیهانی در قلب شهر آزاد شد. نیرویی که تا دیروز فقط در ستارگان بود، حالا در میان انسانها رها شده بود. نیرویی که مرزهای تصور را در هم شکست. و سپس موج ویرانی با قدرتی مهیب آغاز شد. دیوارها فرو ریختند، پنجره‌ها شکستند و شهر در برابر این طوفان بی‌امان به زانو درآمد. قوانین طبیعت به سلاحی مرگبار بدل شده بود. نیرویی که روزی سرچشمه حیات بود، حالا ابزار نابودی و ویرانی شده است. این آغاز عصری جدید و هولناک بود. تصور کنید در یک لحظه بمب اتمی در ارتفاع 600 متری منفجر می شود و همه چیز تغییر می کند. این اتفاق موج انفجار، گرما و پرتو را به اوج مرگبار خود می رساند. هیچ راه فراری نیست. ناگهان کره‌ای از آتش داغ‌تر از خورشید آسمان را می درد. نور، صدا، ویرانی. سه نیروی مرگبار، گرمای سوزان، موج انفجار و پرتوهای کشنده همه چیز را در خود می‌بلعند. شهر در آتش و خاکستر فرو می‌رود. حتی کسانی که زنده ماندند با پرتوهای مرگبار روبرو شدند. هیچ کس در امان نبود. پشت این فاجعه دقت علمی بی‌نظیری بود. دانشی که بمب را به سلاح نابودی مطلق بدل کرد. هدف فقط یک نقطه نبود. این نمایش قدرتی بود که جهان را به لرزه انداخت و در چند ثانیه همه چیز فرو پاشید. شهر، مردم، امیدها، همه چیز نابود شد. ناگهان انفجار همه چیز را تغییر داد. هیروشیما در یک چشم به هم زدن به جهنمی سوزان و بیرحم بدل شد. موج انفجار با قدرتی غیر قابل تصور ساختمانها را در هم کوبید و آسمان را به گردبادی از دود و آوار تبدیل کرد. هر لحظه ویرانی بیشتر و بیشتر می شد. هزاران شعله آتش همزمان زبانه کشیدند. طوفان آتش با سرعتی وحشتناک همه چیز را در خود بلعید. بازماندگان در میان داغی، سوزان و آوار برای هر نفس می جنگیدند. باید روی زمین گداخته می خزیدند تا زنده بمانند. لباسها خاکستر شده، پوستها از تن جدا و زمین پر از اجساد و آوار. صحنه‌ای کابوسوار و فراموش نشدنی. رودخانه‌ها آخرین پناهگاه بودند. مردم با ناامیدی به آب پناه بردند، اما حتی آنجا هم مرگ در کمین بود. صدای قررش آتش، فریادها و ناله‌های مجروحان همه جا را پر کرده بود. هیچ راه فراری نبود. در میان این ویرانی، بازماندگان با امیدی شکننده به دنبال نشانه‌ای از انسانیت می‌گشتند. در دل تاریکی هنوز جستجوی زندگی ادامه داشت. هیروشیما، نقطه‌ای که تاریخ را برای همیشه دگرگون کرد. لحظه‌ای که جهان نفسش را در سینه حبس کرد و با قدرتی روبرو شد که تا آن روز فقط در کابوس‌ها می‌دید. این انفجار نه فقط یک شهر، بلکه وجدان بشریت را به لرزه انداخت و آغازگر عصری شد که در آن سرنوشت تمدن به لبه پرتگاه کشیده شد. انفجار بمب اتمی، لحظه‌ای که آسمان شکافت و انسان برای نخستین بار قدرت نابودی خودش را به نمایش گذاشت. این تصویر مثل یک زنگ خطر
تا ابد در ذهنها حک شد. هیباکوشا، بازماندگان معجزه آسا، آنها با چشمان خود جهنم را دیدند و حالا صدای رنج و امیدشان مثل موجی قدرتمند جهان را به لرزه در می آورد. روایت‌هایشان قلب‌ها را می‌لرزاند و انسانیت را به چالش می‌کشد. هیروشیمای امروز شهری است که هر سال هزاران نفر را به خود می‌خواند، برای یادآوری، برای سوگواری و برای ساختن آینده‌ای بهتر. اینجا هر قدم یادآور فاجعه و امید است. گنبد جنباگو همچون نگینی خاموش ایستاده است، شاهدی بی کلام اما پرقرش. هر آجرش فریاد قربانیان را به گوش دنیا میرساند. این فاجعه جهان را به عصر وحشت هسته‌ای پرتاب کرد. میلیون‌ها نفر هر روز با ترس از نابودی زندگی کردند و مسابقه تسلیحاتی مثل آتشی زیر خاکستر شعله‌ور شد. اما همین ترس بشریت را به لبه تصمیمی بزرگ کشاند: جنگ یا صلح. و این بار صدای مردم، صدای اعتراض و امید بلندتر از همیشه شد. هیروشیما هشداری است که هرگز خاموش نمی شود. قدرت بیمهار فقط و فقط فاجعه می آفریند. این یادآوری مسئولیت ما را سنگین‌تر و قلب‌هایمان را بیدارتر می کند. آینده ای امن فقط با دیپلماسی و فهم متقابل ساخته می شود. جایی که گفتگو جای خشونت را می گیرد و همکاری جهانی سپر امنیت ما می شود. نه به خشونت، نه به سلاح‌های کشتار جمعی. فقط با کنار گذاشتن این ابزارهای مرگبار می توانیم آینده‌ای روشن و بی خطر بسازیم. فلاش هیروشیما، لحظه‌ای که جهان تا مرز نابودی پیش رفت. آن نور کورکننده معنای واقعی صلح را به همه نشان داد. این وظیفه ماست: یادآوری، احترام و جلوگیری از تکرار فاجعه. فقط با آموختن از گذشته می توانیم آینده‌ای پرنور و انسانی بسازیم. آینده‌ای که در آن صلح پیروز است.